سلام به همراهان عزیز نایا. در خدمت شما هستیم با یک پست دیگه ای در مورد کالبد ذهنی. همونطور که میدونین تو جلسه های قبل در مورد کالبدهای مختلف انسان صحبت کردیم. گفتیم کالبد جسمی، کالبد روحی و کالبد ذهنی رو برای انسان مشخص کردیم که از 3 کالبد مشخصه برخوردار هستیم. حالا در مورد کالبد جسمی صحبتمون کردیم و اعضای بدنمون هم توضیح دادیم و مهمترین اعضای بدن که قلب بود رو در مورد صحبت کردیم که با تپش و ضربان اولیه‌اش اون انرژی و اون احساس و اون عشق رو در وجود ما ایجاد کرده. در مورد کالبد ذهنی توضیحات کوتاه و مختصری در هفته پیش براتون دادیم که گفتیم که مربوط میشه به مغز ما، مربوط میشه به نورون‌های اعصاب ما و احساسات و انرژی و افکار ما. کالبد ذهنی خیلی کالبد بزرگی هست و خیلی کالبد مهمی هست و ما در هولستیک تراپی بعد از این کالبد رو روش خیلی کار میکنیم برای درمان، برای اینکه اکثر بیماری ها ریشه در این کالبد پیدا میکنه. بیماری های جسمی که اکثرا دارن ریشه در این کالبد پیدا میکنه و میتونه یک پلی باشه بین کالبد جسمی و کالبد روحی. حالا همراه من باشین در این پست تا آخرش که من میخوام بهتون اطلاعات بیشتری در مورد کالبد ذهنی بدم و فکر میکنم خیلی هم براتون جالب باشه. کالبد ذهنی کالبدی هست که ما اگر وجود خودمون رو به عنوان یک آنتن رادیویی یا تلویزیونی در نظر بگیریم، این کالبد جسمی رو، کالبد ذهنی میتونه اون امواج و اون فرکانس و اون ارتعاشای قابل دید نیست رو در نظر بگیریم. یعنی کالبد ذهنی ما یک فضاییه که ارتعاشات و انرژی ها و امواج و افکار ما درش شکل داره میگیره و ما میتونیم توی این کالبد ذهنی تصورات بسیار خوب یا تصورات منفی رو در زندگیمون ایجاد بکنیم. این ربطی نداره. در اون کالبد ذهنی ما انرژی موجوده، انرژی خنثی‌است، خالصه. این ما هستیم که بهش بار مثبت یا بار منفی میدیم. پس بنابراین کالبد ذهنی ما خب میتونیم بگیم که مثل یه ابری میمونه که قابل دید نیستش. فقط از نظر جسمی ما اگه بخوایم یک فضایی برش تجسم کنیم، خب دور و بر مغزمون میتونیم تجسمش بکنیم. مغز رو در نظر بگیریم در کالبد جسمی و کالبد ذهنی با مغز در ارتباطه، همونجور که هفته پیش بهتون گفتیم که با نورون‌های عصبی در ارتباطه و سلول های مغز رو هم کنترل میکنه. اما تا حالا شده خودتون فکری رو بکنین و اون فکر رو فقط تو مغزتون احساس نکنین، دوروبر خودتون حسش بکنین؟ شاید برای بعضی این اتفاق افتاده باشه، این تصور کرده باشن، شاید بعضی هم نه، چون آگاهی در مورد این ندارن خب نکرده باشن. اما ما حالا میخوایم اینجا بهتون بگیم که کالبد ذهنی میتونه یک فضایی باشه، حالت ابر مانند و بخار مانند در دور و اطراف ما. خب این دور و اطراف ما فضای مغناطیسی داره، یعنی
ما دور و بر یک حوزه مغناطیسی داریم که به زمین وصلیم، از این برم به آسمون وصلیم. خب این حوزه مغناطیسی ما باعث میشه که ما بهش میگیم حاله، به این حوزه مغناطیسی میگیم حاله. توی هولستیک تراپی و انرژی درمانی و یوگا بهش میگیم حاله. حاله یک شکل مشخصی نداره، مثل بخار و مثل ابر مانندیه. خب زیادم با چشممون نمیتونیم ببینیم، مگر اینکه یه مراحلهایی رو بگذرونیم و یک تمریناتی رو بکنیم، چه در یوگا چه در انرژی درمانی چه مدیتیشن بکنیم، بتونیم از چشم سوممون استفاده بکنیم این حاله رو ببینیم. خب رنگ خاصی نداره، خودش به تنهایی خودش هیچ رنگی نداره، خنثی هستش. اما بعدها حالا بیشتر در موردش توضیح میدیم. این فضای مه‌آلود و ابر مانند رو بیشتر در موردش توضیح میدیم که رنگ ها رو چجوری در خودش میگیره. این حالا ما اینجوری میتونیم برای خودمون یک مکانش رو به این صورت تجسم بکنیم که کالبد ذهنی در این شرایط هستش، در دور و اطراف بدن ما هست این کالبد و دارای انرژی ها و ارتعاشات، فرکانس ها و فکر ما رو شکل میده. حالا فکر ما تو این کالبد ذهنی میدونید که انرژی خنثی هستش، هیچ بار مثبت و منفی نداره، مگر اینکه ما خودمون با فکرمون بهش یک باری رو میدیم که میگیم مثلا افکار مثبت کردیم یا افکار منفی کردیم و شکل این کالبد ذهنی به چه صورت در میادش. وقتی که مثلا میگیم فکر افکار مثبت کردیم در مورد این کالبد ذهنی، شکلش نورانی میشه و یک رنگ زرد و طلایی و این چیزا، این رنگ ها میتونیم براش تصور بکنیم برای کالبد ذهنی، چون وقتی افکار مثبت هستش اون رنگش باز و روشنه. ولی وقتی افکار منفی داریم و افکار منفی رو بهش میدیم، اون کالبد ذهنی ما رنگش کدر میشه. انرژی و فرکانس و اون ارتعاشی که از خودمون ساطع میکنیم به توسط این کالبد ذهنی هستش. برای همینه که وقتی که ما توی هولستیک تراپی برای درمان توجهمون، دقتمون روی کالبد ذهنی بیشتر هستش، به خاطر اینکه این کالبد ذهنیه که رابطه با کالبد جسمی داره و وقتی که مثلا افکارش منفی باشه، ترس داشته باشه، استرس داشته باشه، این احساسات رو داشته باشی، این روی جسم تاثیر میذاره و یه بیماری‌های مختلف رو ایجاد میکنه. حالا همونطور وقتی که طرف دچار یه بیماری‌های مختلف میشه، از نظر جسمی دچار اختلال میشه، وقتی پیش دکتر میرن، خب داروهایی که براشون تجویز میکنن مربوط به بازسازی جسم هستش. اما اگه این کالبد ذهنی شما درگیر مسئله مثل استرس، ترس، نگرانی یا افکار منفی باشه، اون بیماری ریشه‌ای درمان نمیشه. این در هولستیک تراپی، نظریه هولستیک تراپیه. اون بیماری ریشه‌ای درمان نمیشه. پس ما برای اینکه بیماری رو ریشه‌ای درمان کنیم، ترجیحاً باید دقتمون و توجهمون روی همین کالبد ذهنی باشه، چون کالبد ذهنی یک پلی هست بین کالبد جسمی و کالبد روحی. پس این منطقه بسیار مهمیه برای ارتباط گرفتن و برای اینکه ما بتونیم یه زندگی آروم، یک زندگی شفاف و در صلح و عشق و آرامش داشته باشیم و سلامتی خودمون رو تضمین بکنیم
و بعد بتونیم به مراحلی برسیم که آگاهی و نور رو در وجودمون افزایش بدیم، پس باید روی این کالبد ذهنی تمرکز بیشتری داشته باشیم. حالا همونجور که من در موردش توضیح دادم، گفتم که کالبد ذهنی رو ما الان تصور بکنیم که دور و بر مغز ما هستش، یعنی خارج از مغز حالت جسمی رو داره و توش پر از سلول ها و خون رسانی میشه، مویرک ها و اینجور چیزا هستش که فعالیت خودش رو داشته باشه، ولی خارج از مغز کالبد ذهنی هست که درش فکر، انرژی و ارتعاش و فرکانس قرار داره، یعنی اینها باعث میشه که این شکل بگیره. حالا این چون که ما حوزه مغناطیسی دور برمون داریم، پس این کالبد ذهنی میتونه از این نظر با این حاله های ما و حاله های انرژی ما در ارتباط باشه. پس ما میتونیم اینجوری تشخیص بدیم که وقتی که ما بیمار میشیم، پس یک اشکالی در حوزه مغناطیسی ما اول ایجاد میشه، بعد وقتی که اون پیشرفت میکنه به جسم ما، اون بیماری میرسه. پس ما برای این که بتونیم خودمون رو سلامت نگه داریم، اول باید افکارمون رو سالم نگه داریم. از قدیم میگفتن افکار سالم در بدن سالم، دقیقا همینه. ما باید افکارمون رو سالم نگه داریم، یعنی سعی کنیم مثبت اندیش باشیم. حالا توی گروه های مختلف انگیزشی، جذب و اینجور چیزا که میان صحبت میکنن، میان بهتون یاد میدن، میگن که افکار مثبت داشته باشین، فکر مثبت بکنین، انرژی مثبت به خودتون بدین و از جملات تأکیدی مثبت استفاده کنین. تمام اینا جای خودش و درسته، اما اگه ما این کالبد رو کامل نشناخته باشیم، نمیتونیم افکارمون رو عوض بکنیم. چون افکار استرسایی که در یک جامعه ما زندگی بکنیم مداوم خبرهای استرس به ما وارد بشه، پس اگر کالبد ذهنی رو نشناسیم، در نتیجه نمیتونیم خودمون رو تغییر بدیم که بگیم که ما با چند تا جمله مثبت پس مثبت میشیم. نه، ولی اگه افکارمون رو بشناسیم، یعنی کالبد ذهنی رو بشناسیم، میدونیم که ما از طریق کالبد ذهنی قدرت‌های خوبی برای تصور کردن، برای ساختن میتونیم ایجاد بکنیم. پس میایم تو اون کالبد ذهنی که قرار میگیریم، سعی میکنیم که انرژی خوب داشته باشیم، انرژی مثبت داشته باشیم، چون فکر، میدونید فکر وقتی میادش، شما بسته به اون وضعیت احساسی شما داره که چه باری رو بهش اضافه میکنیم. اگر در حالت شادی و خوشحالی باشین، شما ناخودآگاه میبینید افکار شاد و افکار مثلا خوشحالی و اینجور چیزا و افکار خوب میاد سراغتون. ولی اگه در حالت نگرانی و ترس و استرس باشین، میبینید ناخودآگاه افکارهای منفی ساخته میشه. پس ما برای اینکه به اون صلح برسیم و بتونیم ذهنمون رو شفافتر بکنیم، باید سعی کنیم که قدرت خودمون رو بشناسیم از طریق کالبد ذهنی. یعنی وقتی که ما تونستیم کالبد ذهنی رو درک کنیم، پس میتونیم قدرتش هم به دست بیاریم که تصویرسازی های خوب بکنیم، روزمون رو با اون تصویرسازی های خوب درست بکنیم، یا تصمیم میگیریم که فکری رو بکنیم برای انجام یک کاری، سعی میکنیم که از سمت مثبت اون کار رو شروع بکنیم. اجازه ندیم که ذهن ما رو بازی بگیره، چون این ذهن یک فضاییه که اگر شما قدرت درونی خودتو نشناسی، اون شما رو تحت کنترل میگیره
و بعد شروع میکنه توی زندگی، توی افکار شما رخنه کردن و قضاوت ها، ترس ها، نگرانی ها و چیزهای مختلف رو برات، چالش های مختلف رو برات به وجود میاره که شما همش سرگرم باشی و کلی از انرژی خودت رو اینجا در این مقطع از دست میدی. وقتی که کلی از انرژی و اون ارتعاش و اون موج فرکانس تو از دست بدی در این مقطع ذهن، خب اون انرژی که باید به بدن شما برسه و اون آرامشی که باید به شما برسه نمیرسه. در نتیجه شما عشقی که در وجود شما هستش خدشه‌دار میشه، یعنی نمیتونی کامل اون عشق رو در درون خودتون حس کنید نسبت به خودتون. ناخودآگاه فضا عوض میشه. برای همین ما آروم آروم میخوایم وارد این کالبد عظیم ذهنی بشیم. همونجوری که میدونیم که این کالبد از نظر علمی با نورون‌های عصبی ما مستقیما در ارتباط هستش، پس برای اینکه یک آرامش و عشق و صلح درونی برای خودمون ایجاد کنیم، سعی میکنیم که از انرژی های خوب و فرکانس های خوب در زندگیمون استفاده کنیم. هر چیزی که ما رو رشد میده و به سمت خوبی میبره، یعنی سعی کنیم که از افکارهای بد و قضاوت هایی که توی زندگیمون میکنیم، حتی بعضی اوقات پیش میاد انقدر شدت کنترل ذهن برای ما سخت میشه، ذهن بر ما غالب میشه و مداوم خود ما رو داره قضاوت میکنه. یعنی انقدر روش زیاد میشه این ذهن که میاد خود ما رو قضاوت میکنه و بعد از اون طرف برای اینکه داره با ما بازی میکنه، یک موقعیتی رو باز دوباره تو ذهن ما ایجاد میکنه که یکی داره از ما طرفداری میکنه، یعنی خودمون دلمون برای خودمون میسوزه. میدونید این فضا رو ایجاد میکنه. وقتی که این فضا رو ایجاد میکنه همش تو چالشیم، همش میگیم که چقدر من بدبختم، چرا من باید سرم بیاد، چرا. میدونی خودمون رو قربانی میبینیم. وقتی که خودمون رو قربانی ببینیم نمیتونیم قدم سازنده برای زندگیمون برداریم، نمیتونیم به خودمون آرامش بدیم، نمیتونیم به خودمون عشق بدیم، صلح واقعی رو درون خودمون ایجاد بکنیم. وقتی اون صلح درون ما ایجاد بشه، پس ما سلامتیمون رو به دست میاریم، آرامشمون رو، شادیمون رو به دست میاریم. ما انسان ها شادی در وجودمونه، اما نمیدونیم کجا باید خرجش کنیم. گاهی انقدر روی اون شادی در پوش میذاریم که فقط غم و رنج و غصه رو میبینیم. گاهی انقدر عشق رو خاموش کردیم که فقط تنفر و کینه و جنگ و این چیزها رو میبینیم. اگر اینا در درون ما روشن بشه و رشد بکنه، ما به اون صلح درونی میرسیم، به اون قدرت درونی میرسیم، به اون عشق درونی میرسیم و خودمون رو پیدا میکنیم. برای همین ما در هولستیک تراپی سعی میکنیم که در مورد کالبد ذهنی بیشتر صحبت کنیم، بیشتر شما رو آشنا بکنیم، چون وقتی که شما تونستین کالبد ذهنی رو کاملا درک کنین و آشنا بشین بهش، میتونین یواش 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 خودسازی بکنین، خودشناسی بکنین و اون باعث میشه که شما همیشه در یک موج خوب قرار بگیرین، موج آرامش، موج بیخیالی، یه موج خوب براتون ایجاد میشه تو زندگی. حالا ما از طریقای مختلف میتونیم کالبد ذهنی رو رشد بدیم، یعنی میتونیم اون ذهنمون رو در دستان خودمون قرار بدیم، نه اینکه ما رو خودمون رو در دستان ذهن قرار بدیم. با افکار خوبمون میتونیم به خودمون قدرت بدیم و سلامتی رو برای خودمون درست بکنیم. حالا یوگا یکی از ورزش‌هایی هستش که من خودم استاد یوگا هستم، یکی از ورزش‌هایی هستش که
کمک میکنه این 3 تا کالبد در حالت تعادل قرار بگیره. یعنی کالبد جسمی شما و کالبد ذهنی با مدیتیشن و کالبد روحی شما که اون آگاهی و نور هست به وجود شما اضافه بشه. و همون ورزش یوگا خودش باعث میشه که چاکراهای انرژی و حوزه مغناطیسی ما پرورش پیدا کنه. حالا در جلسه بعدی راهکارهایی که برای پرورش دادن کالبد ذهنی هست رو من در اختیارتون قرار میدم. با من همراه باشین. در پست‌های آتی چیزهای جالبتر و شگفت‌انگیزتری رو میخوام براتون بازگو کنم. شبتون بخیر، موفق باشید.